мехоҳӣ риши худро зиёд намоӣ, ё мехоҳӣ мӯи сар аз рехтан монад, ё мехоҳӣ доғҳои сафеди баданро нест намоӣ ва ё мехоҳӣ худро фарбе ё хароб кунӣ, пас ба шумо соф савдоро тавсия медиҳем. ва ё шахсоне мехоҳанд ҳиҷома кунанд, ё равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунанд ва ё капсулаи алҳадая ба соф савдо муроҷиат намоед. доруҳо доставка низ карда мешаванд. рақамҳо дар рӯи экран. аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф дорад. бо соф савдо бошед. офиси соф савдо дар Питер ва Москва. خوش آمدین. نه وقت آمدیم آقای. خوب کردین. بگی پیسره. 5 نفر هستیم آقای یوسف. خودتان بین خود تقسیم کنین. اسما، نورتن، سر ما وقت میشه، تال نتین. بیاین. اینا میایم پدر. آمدیم صبر کو. مرا ببینین. ای بنیامین و کامران کجاستن؟ بنیامین لباساشو میپوشه. کامرانم کم کار داشت، گفت کار خود خلاص کردم. چه قسم کار داشت دختر؟ چی بفهمم، گفت کم کار دارم. این دختر مرا دیوانه خود کرد. بنیامین بیا دیگه. نورتن. بله جانم. پتلون مرا چی کردی؟ چی شده بینوش؟ چطور چه شده؟ تو ایره ببین. میبخشی بینوش، کار کم زیاد بود، از او خاطر تو شد. پتلونم از بین بردی دختر. توبه. بیبی سمسایی ترپار وارا شده، آدم همه تو میکنه دختر. بینوش دستل توی موتر چی جور کردی؟ فقط که موتر مای اصل باشه جانم. توبه کردیم خدایا، ما قزمت کشیدیم، هنوزم گپ میزنم. پشتی گپا نگردین. مرا بیبی بنیامین ترکان، شما در موتر گلپوش برین. از ما نورتن آیتن در موتر ما میرین، فهمیدین؟ با کامرانم بگوین کارش که خلاص شد مستقیم به خانه حسنا بیایی، درست است؟ شما هم دول زده پیش برین. حالا دیگه دور بخورین. زود شوین دیگه. بیاییم که بریم. با خدا خانواده داماد رسید. ما برو بچه صدیق برو. حیاتی برو. بیاین خوش آمدید. بنیامین بچم شر بسته که شک ندارد. بابا خدا. آی خوش آمدید جانه. خوش آمدید. آی روزت جان خوش آمدید. خوش آمدید. چطور هستی؟ آی شما خوش آمدید. دو ایسو بیا. رقص نکو میگو. رقص نکو دختر. ابی شام هستی. آیا دیگه. باشو بختم نمیشونی؟ خجالت بکرد این طرف بیفتی این طرف بیفتی نام خدا یا بین خود رقص بکن بچه کمال بندگاه چند دقیقه دیگه مانده خدایا توبه کردیم اینم تو حالا دوستا این بچه گره کلتان جانو آبا جان بانن از کجا بودم نام خدا جان بخی پرده عمل گردن شربتی بیادره یک ماکس اینه دیگه پاس شروع برقصن دوستا حالا برقصن ایفایا شربت کاکو بسیم شربت دختریم خانواده بچه آمدن که میاین بیاین مادر
من چی کنم؟ دختر خدا تو را نزنه، آدم کمی هیجانی میشه. خدا به زور هیجانی بسازم مادر، نمیشم هیجانی. توبه توبه. منصور تنابات که دیگه دلم باغ شد. برکاتا نام خدا بچم روزه یوسفه. شیرت با جنبان حساب. بس است دیگر. همه خرقس بس است. حال وقت آمدن عروس است دیگر. راستش عروس خب بالا میبرین، اما اول باید داماد بگیری کاکا یوسف. کارتان بسیار مشکل است. داماد بگیرم ای چی معنا داره؟ بیادر داماد در داخل قفل کردن. لالایم راست میگه. تو تا وقتی که داماد نبینی عروس چه قسم بردن میتونی کاکا یوسف؟ هیچ بناغ زحمت نگشت کاکا یوسف. تو اول داماد میبری بعدا عروس خواهد بردی. کاکا یوسف درست است، بفرمایید. حالا بدوین دوست چرا قسم میدوان؟ ایستا حالا دختر که پس موندی. ایستا خطار شوید بین شما بین نامد. حالا بده دروازه رو بگیرید، دم دروازه رو خوب محکم بگیرید، از جایتان شور نخورید. اینجا چی گپ است؟ والا کاکا یوسف هیچ گپ نیست، ما منتظر بخشی هستیم، باید با ما پیسه بدی. با این پشتی گپای ناخ نگردین. در وقت گرفتن بچه خودم باید بخششی بتوم. بله باید بخششی استاد هستیم. تا که پیسه ندی دروازه را کسی باز کردن نمیتونه. قوارایتون رو ببینین در مقابل خسارم چه قسم گپ میزنین؟ پس شوید. تو بکدیم خدایا خوب یاد دارم که چه قسم شما را سوت اگر مکه داخل برم، اما شکر بکشین که اینجا بزرگا تشریف دارن. سوسنو دروازه را باز کده که سوچو. یوسف نشنیدی جوانای قریه گپای خدا برات گفتن دیگه، نمیتونم سر گپشون گپ بزنم. بعد از یوسف جانم چند روز است که بچه خدا ندیدیم، 1-2 لیره بخششی بده که زود بچه خدا ببینیم. درست است. ایرا بگیره مرحمته. چی هست؟ قسم بخشی میتن دیگه بده کاکا. کاکا یوسف بعد است. حالا دیگه زود بگیره نباشی کاکا یوسف. تشکر. بس است یادگاه. جلال هیره بگی. حالی باز میکنم. بازش جانه. اگه باز نمیشه دلیلشی است که پیسه کم داده. راست میگه دگام بته. دیگه هیچ پیسه نمونده پیشیم، به خدا اگه 1 کرانو مونده باشه. بازش کنی نازارش نتی. از خاطر مادرش دروازه باز کنی. باید دگام پیسه بته. کمال بیا بیرون. شکر خدایا. اینجا بیا. جان مادر بچیم. خیر از خوشحال جان مادر جانه. چیز نیست. درست مادر. حالا بره. حالا ما شما بریم. حالا چی پیسه گرفتیم؟ باید پیشمون را بچه بسیار لاغر شده به خدا. معلوم میشه که بچه را کل وقت نمکه بوده. بچه انگار نشید. منصور حیاتی جلال بیا صبر بریم پدر. پس شو. اینا چی میکنه؟ حالا دیگه کاکا یوسف وقت بخششی است. توبه شما دوست هستین، هر دقیقه پیسه میگیرین. این کار با دزدی کدام ربط نداره کاکا یوسف، ما با خاطر رسم رواجی کارو میکنیم. بچه‌م در بالا پیسه گرفتین، بیخی خدا گدایگر جور کردین. نه بیادر، او به خاطر داماد بود، حالا به خاطر عروس میخوایم. توبه کردیم خدایا، میگم برم سوتره بیارم و قصه عروسیشم نشم، اما با خودم بد میشه. اوخی من دقیقا بنیامین رسم و رواج می است. دختر تو طرفدار کی هستی؟ طرفدار عروس داماد. بیازی تو مصرف نکدی، غذام آماده نکدی، از او خاطر باید قصد خود بگیره. راست میگه. خدا خودتان میفهمین، من بدون عروس از اینجا نمیرم. ای چطور امکان داره پدر؟ یاز نه، اگر تو پیسه داری بده، ما باز خانه رسیدم دو چند شو. من دیگه 1 لیرام نمیتونم. دامادم میگیرم و میرم، عروسم هم اینجا بانه، هر چی که میکنن بکنن. ما خو گپ زده بودیم که باید همه چیز مساویانه تقسیم شود. ما به خاطر بچه پیسه دادیم، به خاطر دختر باید آقا اسنو پیسه بده. این چی گپ است؟ این چی گپ است؟ هم دختر بتیم، هم به خاطر که دختر خودم میتیم از خوشی بخششی هم بتیم. یوسف بحث است دیگه، اگر پیش همگی شرمنده میشیم، یک چند لیری دیگه هم بده لطفاً. درست است. مایده گیار جان،
maydagiyora jam kafam چپاش تو میره بگیرن بته اصلا پیش ما باشه بابا بته سایست دیگه جنگ نکنین دروازه رو باز کن زود باش دودو زن که بیاین کار آزاد هستین بیا دخترم مهتاب زندگی دور باش احمق توبه توبه کمال بیاین که بریم دیگه بریم بچه بریم حیاتی دیگه دامنش بالا تو بیا مگه گوش جانم من از داخل شنیدم که چی گفتین تو گفتی چرا ما هم دختر بتیم هم بخشیشی ما خود دختر خود نمیتیم بچه را خانه داماد میگیره که از خودرکی و صفر فما و قسم گفتم تو تشویش نکن سر شب هلال و کمال دمی خونم میباشن تو چه بده بگی بریم دیگه زود باشه میمونم خجر نمانن جانم بیاده بریم دیگه بچیم گوش کن تو دنکا باید نبودی تو شده بودی که به خاطر دختر بخششی و تو مگه نگوی استخانهای تمش کنم بیخی سیست بدم نمیگم اما به خاطر تو گفتم که کسی نکنم درست است آفرین بچیم بریم دیگه تو نتیم بریم برو پیش سنه جا آی کاموران بس است دیگه برای درست است اما بسیار میشرمم آی چرا میشرمی؟ بسیار مقبول شده دختر اینجا خدا در آینه دیدم میرم میشرمم بسیار عجیب شدیم به خدا عجیب نشدی مقبول شدی کاموران بله درست است که مقبول شدیم اما هیچ وقت قسم آرایش نکرده بودم عادت میکنی خب تو فکر کن تو مقبول شدی که حتی خودتون باورت نمیشه مردم که تو را ببینن حیران خود ماندن کم فکر کردی حالا دیگه برای درست است مبرایم نامزاد چی شد دخترم؟ کی؟ کان ها کان پیشتر زنگ زده بود مادر کلان گفت تا 5-10 دقیقه دیگه میرسم خب شاید حالا برسه در است میایه پیش از اینکه بیایم من یک بار تشناب میرم اونجا تا وقت میمانیم باید اول تشناب برم مادر کلان البته که زیاد میمانیم اینجا زیاد آب میوه نوشیدی برو دیگه زیاد نوشیدم دخترم توبه خیلی زود که باید تشناب برم زود پس میایم مادر کلان تو چی کردی؟ حالا من چی کنم چی رو بپوشم؟ همون لباس سفید رو بپوش گل نه خیر خواهر ای خیر است مادر کلان خستم کنه که Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter
شنیدن آهنگ عروسی بود. از منصور بیادر خواهش کردم گیره برتام بخوانم. به خاطر من چرا آهنگ زینب میخوانم؟ این آهنگی است که میروغلو بر معشوق زینب میخوان. ما هم کسی هستم که قسم خوردیم راه و روش میروغلو رو تعقیب میکنم. از او خاطر این انتخاب کردم. این همیشه در خیالاتم. تو تشویش نکو، من چند دقیقه بعد خیالات تا براسی زنده میکنم. هیچی ما نداره دختر. هیچ، چند دقیقه بعد عروسی میکنیم. مام برد، بله خود گفتم. تو هم به خیالات خود میرسی. بله دختر. چی شده؟ چرا تو خنده میکنی؟ نه. خانوما سلام. آماده هستین؟ ما آماده هستیم، اما در بالا گل لباس میپوشه. تا حالا آماده نشده؟ لباسهای خودم میپوشکان. میفهمی که کارهای زنا اقصود خلاص نمیشه. ما آماده هستیم یا نه؟ میتونیم بریم. بسیار مقبول شدی گل. بسیار مقبول شدی دختره. بسیار زیاد تشکر، اما نه به اندازه دیگه. خوب است. در صورت اگه آماده هستین حرکت کنیم، به خاطر که روی دامتر منتظر است. درست است، بخیز که بریم. درست. شما برین، من یک بالا پوشیده میایم. اینا کی هستن بچه؟ ترچی سما چطور هستی؟ خوب هستم. میبینم که رنگ مویایت هم تغییر دادیم. بسیار مقبول شدی به خدا. خینش کردیم حکمت، اما کم عجیب شده. رنگ پوست پیاز واره. پوست پیاز؟ الله، من بسیار خوش دارم. سما صدیق چطور هستی؟ خوب هستم، تو؟ ما هم خوب هستم، بسیار تشکر. با تو چی که خوب هستی یا نه؟ دکتر هستی؟ لوده بچه من دختره ده روسی دعوت کرده بودم. راستش پرسان میکنم که چطور است حکمت؟ او هم زنده باشه که اومد. چی؟ تو سما را در عروسی دعوت کردی؟ ها، صدیق دعوتم کرد. ما فکر کردم، گفتم باز همراه کامران میایم. همراه کی؟ همراه کامران. خب کامران کجاست؟ اینجاست. چطور هستین بچه ها؟ کامران؟ کامران؟ تو خودت هستی؟ ها. تو خودت چی جور کردی؟ بیخی مقبول شدی، یک قسمت دیگه شدی. ما کدام کار نکردیم، کل کارا سما کردیم. تو را چی لوده ها؟ تو را چی؟ هر کسی که جورش کرده خوب کرده، حالا تو را چی که سوال میکنی؟ او شغال مرا دیوانه نساز، آدم دیوانه. تو مداخله نکن، او دختر دعوت کردیم، پرسانش میکنم که چطور است. او لوده نمیبینی که اون دختر از من خوشش آمده ها؟ نمیبینی؟ حکمت چرا از تو خوشش آمده باشه؟ تو از کجا فهمیدی؟ میفهمی که من از کجا فهمیدم ها؟ به خاطر که مویایش مثل رنگ پیاز رنگ کرده. چرا؟ به خاطر که من پیاز دوست دارم. تو یک دفعه سوال از خود کلاوده. او به خاطر تو مویای خدا قسم رنگ کرده. تو دیوانه هستی به قرآن خدا. آوا سما چی مرا دیوانه نگو، که این پیازم فرقت خاص دادم لوده. اما تو دیوانه برو گپ میزنی دیگه. دوستا کمی آرام باشین. اونا کی هستن بچیم؟ کامران همراه دوستش است. صدیق بچیم کدامش کامران است؟ یعنی چی که کدام کامران است؟ کاکاسمان تو چند تا کامران میشناسی؟ کامران خودم دیگه. توبه بیادر، من میگم که کدام از اینا کامران است؟ تو را والله. توبه، اونمو که رنگ مویاش مثل پوست پیاز نیست، اونمو کامران است. مذاق بانین دیگه. قندو بس دیگه حالی گپا رو بانید.
سما تو حال برو دبین مردم، بعد من تو رو در یک وقت مناسب میبینم. باز پیشم بیا دیگه. خب جمال چطور هستی جمال؟ خوب هستم کامران. این چی است که تو پوشیدی؟ چطور است؟ مقبول شدیم یا نه؟ راستش مقبول شدی اما چرایی؟ من مثل جوهر هستم جمال، اما تو دیدن نمیتونی. آف کامرانا. دختر تو اینجا چی میکنی؟ عقلت از دست دادی؟ یاد نه؟ چوب. یاز نمیگم. این چه قسم لباس پوشیدن از دختر؟ بشو کلا مردم بینی ما را بریدی. بره بنیامین تو مداخله نکن. بیا اینجا ساکن. پاسو جان ایره ببین کی هست بچه؟ کامران است. بعد همین مانده بود که ندیده بودم. تو به خدایا این چه قسم لباس پوشیدن است؟ پدر نورتن مرا ببین. تو را میکشم دختر. بیا جان خواهر بیا. تو را میکشم. بیا اینجا. بیا این طرف. برو پیشت بکش. زود شو بکش. چپاش میره بگی سر پایش بنداز. بالایش بعدن خود چی کستاندم. حال هوا سرد است. اگه بشکنم هم درده حس نمیکنم. از او خاطر دیگه وقت میشکنم. آی پدر من حق ندارم که مقبول شوم. چوب باش اصاب پدرت بیشتره که خراب نساز. مقبول شدی. لباسی که دکتر برش خریده همون را پوشیده. خوب است جلال. پوشیده دیگر. خودش میفهمه. خوش آمدی سلطان مادر. خوش آمدی. بفرمایید بشینید. بفرمایید اینجا بشینید. سر پای صدر باشید. بریم مادر کلام. اگه مشکلی نباشه من میتونم همراه شما باشم. البته که میتونین بشینین آقای دکتر. بفرمایید این طرف برید. برش خریده پوشیده. اموران مرا بی گل لباسایی که کان برش خریده رو پوشیده. کار بیخی گدوات شده. میفهمی که حال چی کنی؟ باید خدا به جمال می‌رسونی. البته چی کار میکنم خواهر بینه دو وقتی که نجید نفهمید چی بگه. ها خوبه زنده باشی بچه‌م زنده باشی. خوش آمدین. بیا سلطان مادر استاد نباش اونجا بشی. برو. تو چی گفتم میری خانواده داماد ما هستیم. سلطان مادر باید دو طرف بشینه. بیا سلطان مادر. تو نباشه. گل رفته در میز شما شیشته. نهان تو هم برو در پالی گل بشی. موسوده هم میریم در میز یوسفشان میشی. درست است. بریم. درست است مادر کلان من جای نمیشینم. من با تو استاد میباشم. تو هم تو استاد میباشی دختر. آها درست است. تو هم مثل شوخا همینجا باش. من میرم در میز یوسفشان. بفرمایید سلطان مادر بانین دستتانو بگیریم. بفرمایید دکتر صاحب بفرمایید بشین. شما بفرمایید. بسیار تشکر. آقا نیازی به حال نامه. در خریداری مصرف آمادگی از حال میآید. درست است. ما زود میاییم باز اینجا میشینه. بشی دکتر صاحب بشی. لباس های بسیار مقبول است. از کجا خریدی؟ گفتی از کجا؟ خوش آمدین. خوش باشی آقا نیازی.
آیم هرچی محفل دیدم نبودین. وقتی که پرسیدم گفتن که اینجاست. به خدا بسیار کار خوب کردیم. هر کس که آدرس مرا به شما داده یک نیکی بزرگ کرده. تو را پیش ما روان کردن. خیر ببینیم. خب دیگه جانم، این جفت هیجانی رو بیشتر منتظر نمانیم. هر چیز زودتر باید نکاحشون رو بسته کنیم دیگه. درست است. بعد از این در میدان رقص و بازی شروع میشه. من میفهمم تو رقص و بازی رو زیاد خوش داری. ما هم خوش دارم. هر دوی ما در میدان میریم و با هم رقص میکنیم. به این شکل ساعت ما تیر میشه. ها بسیار خوب میشه. به خدا. همون گپ تو چی بود؟ ها دنیا ولو هر قسم که باشه خوشیایی از ما گرفته نمیتونه. باز من همراهت راست میگم. به خدا همراهت کار دارم. بفرمایید. سلطان مادر، بعد از نکاح یک چیز برات میگم به یادم بندازی، درسته؟ میگم بعد از نکاح یک چیز برات میگم به یادم بیاریش. خب امیاله برام بگو. حالا گفتنش خوب نیست. بعد از نکاح میگم تو برام بگو که درباره نیازی بود. ما برات میگم که چی است، درسته؟ درباره نیازی برام چی میگی؟ بعد از نکاح برات میگم، اما بسیار چیز مهم است، یادت نره. همیاله برام بگو، با تشویش شدم. حالا نمیگم سلطان مادر، بعد از نکاح برات میگم. درست است؟ اول نکاح خلاص شود باز با هم چیز میکنیم، بین خود گپ میزنیم. درست است؟ سلطان مادر، مال و طرف در جای خود میرم. بعد از نکاح برام میگه درباره نیازی یادت نره. بعد از نکاح برام میگه درباره نیازی است، یادت نره. بله، حال وقت مراسم نکاح رسیده. شاهد خانم عروس بنیامین گیلاس. و شاهد آقا داماد ما صدیق کاراباجاک. لطفا اینجا تشریف بیارید. کم عجله کنید. کمال خوش باشین. خدا جزایت بده کمال. سر میز نکاح خوی کارا را نکو. خب، مهمانای عالی قدر قریه گزلکوی، هدف جمع شدن تمام مادهی شب زیبا ایست که نکاح ای جفت جوان خود با امید خداوند بسته کنیم. بخیر. یوسف بسیار هیجانی شدیم. ناخ دلتا خوش نکو زن. اما چرا یوسف؟ کمال نمیگه. توبه. اما چرا؟ این بار میخوایم اسنا را بین مردم شرمنده بسازم. دختر ما بله میگه. دختر ما بالاخره عروسی میکنه. ای دو جوان با هم توافق کردن، همدیگر را دیدن و تصمیم گرفتن که عروسی کنن. خدا مبارک کنه. حاله تو از خانواده مالدارا دختر حسن آلکان هلال آلکان، از خانواده زمیندارا بچه یوسف باسماز کمال باسماز به حیث شوهر خود قبول داری؟ بگو دیگه. بله. این دختر چرا چوپ است؟ هیجانی شده، هیجانی. به حیث شوهرت قبولش داری یا نه؟ دختر زود باش، کارگی منتظر جواب تو هستن. فقط یک بله بگو خیر خلاص. دلت جمع باشه یا
نه خیر. توبه دختر چی بلو زدن؟ از خاطر که بچه مقبول گزلکوی پیش ششته نمیفهمه چی بگوید. نه خیر، بسیار خوب میفهمم. گفتم قبول ندارم. چرا قبول نداری؟ دختر تو رشخند میزنی بینی ما را پیش کل مردم بودی. توبه زندگی سیر کده. چی بسامده؟ بخیره چی میگی؟ بچه برنر میگی خیلی میگی. بگو سما چی شده؟ دختر کجا میبری؟ دختر در خطر قرار داره. از او خاطری را باید یک جای پد کنم لطفاً. شما باید چی گپ میزنه؟ دختر را باید یک جای پد کنیم. در کجا پدش میکنی؟ نمیفهمم والا. با اتاق ما ببرینش، اونجا کسی پیداش نمیتونه. بسیار مفکوری خوب است، بسیار خوب گفتی. زود شوین بریم. زود شوین. عجله کنید که دامانش ما پر نشه. عجله بریم دیگه زود شو. بریم. بده. خواهش میکنم جنگ نکنه. خواهش میکنم. کامران؟ بله محسن. تو چقدر مقبول شدی؟ سایکو سلطان مناصرتون خمه گل تو دیوانه شدی؟ او اصلا در دست تو هیچ خوب نمیگن. تو مداخله نکن. درست است سرم باش. حالا دیگه عروسی خلاص از کلگی خود تو را به ما بته او در دست تو خوب نمیگه. حالا دیگه برین. حالا که خوب خسرو جان بگرسی لوده دور نگویش بچه احمق. هنوزم استادم برین حسنو حالا تو هم اولادای تو گرفته از اینجا برو. ایلان کجاست؟ تا ایلانو پیدا نکنم از اینجا نمیرم. قدم برم میمونم. من چی گفتم من ایلانو میخوایم. سلطان مادر میرم. نیازی اینجا بیا مرا خانه ببر. من چرا تو را خانه ببرم؟ میفهمی که من کار زیاد دارم. چرا میخوایی همیشه از من فرار کنی؟ بیبی به خاطر تو من چقدر آرایش کده؟ اما اینجا کل اوراق مانده، اونا رو باید ببرم. اونا مهم نیست، یک کس دیگه جمعشان میکنه. حالا دیگه بیا که بریم. باید مرا او زن بیچاره چقدر به خاطر تو آرایش کده نیازی صاحب. حالا ببرش دیگه قربانت شوم. کورستی اسلحه داره میکشیم. از این کده چی بهتر؟ قهرشون میشینه. چی قسم قهرش میشینه بیادر؟ میفهمی چه قسم قهرش میشینه؟ وقتی امراش عروسی کنه. بیا دیگه بیا زود شو. خود درست است بیا میریم مادر جان بریم. دستکتا به من بته. خداحافظ آقا نیازی. بخیر بره شان بخیر نیازی. شب خواهد تو هم خواهرایت میگی نامزادت شما را بیاره درست است؟ بخیر قواره درست است مادر کنم. درست است سلطان مادر همیال نواسایتانو میاره. نه اول کمی قدم بزنین کمی هواخوری کنین. برین دیگه عجله کنه. حالا دیگه تال نتی نیازی بیا که بریم. خواهر یک بار خانه کاکا حسنویشان بریم کم آرامشان بسازیم. درست است. نه خیر من نمیرم. سوده مادر کلانم نگفت برین قدم بزنین. توبه. خوب درست است. در صورت ما قدم زدن میرم. در صورت ما همراهتون میرم. نه کان واقعا ضرورت نیست ما تنها رفتیم. اما به خاطر خانه ساختن کاکا حسنویشان کمکتون میتونم. البته کان راست میگه. در وقت باید یک مرد همراه ما باشه. درست است تو هم بیا. تو برو کان من بیا زود خانه کار دارم باز بعدن میبینیم. درست است با امیدی دیدار. پس با موتر من میریم درست است؟
حالا برو داخل چو بیا تو بیا من بستش میکنم برو تو بیا بچه حکمت تو پشت دروازه باش من همراه دخترام میباشم اگر گپی شد تک تک درست است؟ من احمق هستم ها ببین احمق ها احمق این چطور امکان داره بچیم ها تو چطور داخل بری ها چطور داخل بری تو همینجا باش بچیم به نوبت پیره میکنیم به نوبت خام میشیم به نوبت بیدار میشیم درست است پیاز و ما دیگه به شما ضرورت نداریم هر دویتان رفته میتونین من اینجا همراه هلال میباشم سما بسیار متاسف هستم این گپا به تو نمیسیبه ما من حیث مردا باید پیره داری کنیم تو دیگه این گپا رو نزنی لطفا درست است باشین چی بگویم بریم داخل سما من با تشویشت میباشم فکرت باشه ها ایبار چندم است ها ایبار چندم است که در میدان آبروی ما میره ها هیچ وقت به اسنو رسیده نتونستیم همیشه یک قدم از ما پیشتر است به خدا یک تو آبرو داشتیم ما هم رفت ما برو مامو سلای ما بیارم میگه سلای ما میارم مادر بینیامین پدرم سلا گفت حالا نمانی سوچ شو واو چی شده بینوش چطور بگیرمش نورتن اگه میخوای برو مثل سگ قفس جور کرده تو میگی بگی به خدا بد است نورتن حالا بینیامین بلیاز خدا پدرم فقط گپ تو را گوش میکنه اگه سالای خودم میگیره کدام گله باو میزه به خاطر که امروی خسارم بودم اینقدر گپا گفتی حالا چی شد نورتن من خناق نمیگفتم حقیقتا میگفتم بس است دیگه بس است بازم جنگ نکنید گوش کو بینیامین بعد از چندین سال ما سوی خواهش کردیم حالا اگه این کار کنی میموری بچیم مادر جان میفهمی که احترامت دارم گپ ترد نمیتونم حالا برو ایره بگی زود باش حالا برو گپ بزن تشویش نکنین چیز نمیشه دروازه بسته است قفلش کردم تو به خدایا به خدا که قفلش کرده تو به سر ما باور نداری حتما باید خودت کنترل کنی اما تو نیست نورتن آی خدایا سلا گفت حالا چرا دروازه رو بسته کرده داخل رفته به خود کدام ضرر نرسانه خواهر تو چی گفتم میری یک بار خودکشی نکنه خدا نکنه خواهر تو چی میگی کامران جان بلیاز خدا کورتیتم در جانت از برو کم قدم بزن برو شاباس و خدا راست میگم کاش تو را نمیپالیدم فرار کو که ما ازت نجات پیدا کنیم لطفا درست از بینوش چاپ باش آی چرا تو میگین بالاخره غرورش از بین رفت خودکشی میکنه چاپ باش شیطان میگه از خدا نترس یک تا سکیده می دانش بزن تو به خدایا صبر کو اسنو زنده نمیمانمت باش که دیش مرمی پرتم دروازه رو بشکنن بنیامین درست است صبر کنین سیس زود باش توبه حالا دستم از پول کشیده بودم بزن صبر کنین مشکنونم نمیبینین خود داخل رفته نمیتونم ماشین چوب است یا فولاده نمیفهمم بله کاملا خوب هستم کمال تو چطور هستی؟ خوب هستم احمق پرسانم میکنه که خوب هستی چهار طرفم بخی تاریکی است چی دستایی دارین بلندم کنه من جزای همه گیتانه بتا آخ کمرم گردنم اتسا مانده نورتن آخ نه جان جای ساختیم الله تعالی از این بگیریتان خوب هستم نورتن نزد خوب هستم بلا این دفعه پسش مرا غرزیم کجا میری بیا بریم سعیز تله نکنین میدم ایتیاد کو بینیامین بریم زره بشکنم بینیامین حالا نکنم نظرم کردین با قرآن صبر کن مشکنانم چی بلا سن شما ایتیاد کو میدم بینیامین درست سلا از سرم بخیز احمق معذرت میخوایم خسرو جانم معذرت میخوایم آی پدر خودکشی نکردی اما تو بله خودکشی کردم
حالا برات نشان میتونم که خودکشی چی از دختر احمق. ایره بگه بنیامین. حالا ما برات نشان میتونم که خودکشی چی است. بته سلاره. شما مرا دیوانه ساختین. مرا دیوانه ساختین. از دست شما در این خانه دیوانه شدم. توبه. چی شد؟ سرم از زیاد درد گرفته. سرم از درد میکپه. فشارش پایین شده. نورتن فورا دوغ و نمک آماده کنین. زود باش. آیتن دوغ و نمک زود باشین. سرم از درد میکپه. دارت میزنم تو مرا سگ فکر کردی. سرم که هلال نیست هنوزم هلال گفته میری. هلال کجاست؟ یادت کدام چطور کنم جلال بدا بچیم بدا برای پدر دوغ نمک دار آماده کن. بچیم ببین کدام جای سرت سیاه نه خیر پدر جان تو بیا اینجا یک دفعه بیشی کمه آرام شو فکرت. حالا زود شو تو هلال اینجا بیار. میارمش هلال. جلال دوغ بیار. خوب میشی حال سرت خوب میشه. یک چند دقیقه تحمل داشته باش. سرم از درد میکفه. آهی از درد میکفه. بیار دختر بیار. یوسفم بگی بنوش بگی. برات فایده داره. بنوش خسرو جان انشالله جور میشی. بنوش انشالله که جور میشه. حال جور میشی یوسف. جور میشه تشویش نکنی. ای خدا توبه خدایا. خیرت از دختر تو چرا اینجا اومدی؟ خواستم قوارشن میده تا کمه دگام ببینم کمال جان. تو چی میگی دختر؟ مرا رها کردی خواستی همراه هلال رسی کنی؟ هلال مقطع داد. راستی بسیار رسی خوبش بود کمال. بسیار خوب روی تا نبرد. نه خیر مام نمیگفتم. فقط هلال از مکه زود گفت به او خاطر. یعنی نمیگفتی همه طور؟ بله میگفتی. نه خیر میگفتم. همه چیز پلان شده بود. میخواستم انتقام کامران خواهرم بگیرم. اما اول قریه‌دار از دختر پرسان کرد که مرا قبول داره یا نه. در غیر محمق نیستم که از او خانواده دختر بگیرم. واضح است که در قلب ما کدام دختر مقبول جای داره. خب کی جای داره؟ خدا گفت. توبه وقتی کاکاوس نشان از تو پرسی چرا گفتی نه من همراه هلال عروسی میکنم؟ دختر خیلی چی میگفتم؟ در خانه اونا زندانی بودم. وقتی زندانیم ساخت مجبور شدم که تو بگویم. میخواستن که بزور عروسی تکنن؟ بله سوده. راستی؟ هنوزم از من خوشت میآید؟ اگه بوسلی نمیزنی بله. نه بوسلی نمیزنم. درست است مزرعت میخوایم. در او صورت با امیدی دیدار متوجه خودت باش. درست است. با امیدی دیدار دختر مقبول. ماچوم کرد. پدر دوغ برات فایده کنه؟ بیبی به خود میان نورتن. خدا را شکر خوب است. تشویش نکنین. ماشاءالله خسرم بسیار قوی است. بیاز هوای تازه برش بسیار فایده کرد. شوین دروی شاب بزنین. دروی شاب بزنه. پدر چی شده؟ این دیوانه از بلیاز خدایی را از اینجا ببره. از دستم خطا خورد یاد نه. چرا دروی ما میزنی؟ لطفا ایره ببرین. کدام تاسه که خود زدمش. کمال بچیم حالا پای بیار که پدرت بیهوش شده. پدر آرام باشین. یوسف جان لطفا به او شیرم پدر تو باز کن. آی در روش پدر زود باش نگه. پدر احمد خدا بزنه. سر ما برم یوسفو. بسم الله الرحمن خدا بخوش شد. خدا را شکر. هزار شکر. زود داخل ببرین. خدا میخوره. بلندش کنین. گوگور نکنیمش. آیسته که نندازه. آیسته گوگور حضوریش هم ایره میکنه. انشالله. ای سرم میکفه. هلال اومده. نه خوش آمدین. چی شده حسنو خوبه؟ سرش درد میکنه. حتما به خاطر فشارش است. برش دوغ نمک دارم داده. شما دیوانه شده؟ میخواین بیچاره رو بکشین؟ اگه فشارش بلند باشه باز چی؟ دست پای میلرزه دکتر صاحب. درست است تشویش نکنین. من آدمو ترال فشار دارم. میرم و میام. لطفا بشینین استاد نمانین.
اینا را گفتم. کی را گفتی؟ بدو بیار دختر بیار بگی یوسف بگی ها ایران بانوش ها مادر جان متوجه باش. یوسف کم بهتر شدی؟ ها دکتر بخوایم ها؟ صبر که ما برم موتر بکشم باز میبریمش. یازنه جان موتر خدا میدان یادم رفت. دکتر دندانه بخواین. توبه نورتن، من خو نفهمیدم این دکتر در کدام بخش تخصص داره. من مشکل قبضیت دارم، پس برش بگو برام دوا بده. جانم او دکتر است. نیازی وقتی که فشارش پایین شده بود دکتر دندان فشار شدید. از پایین شدن فشار نیازی من خبر نشدم. تو از کجا خبر میشی؟ دختر چرا خارت تونگه میتی؟ هیچ. تو میخوای چی بگویی بنیامین؟ مشکل پایین شدن فشار نیازی را همه ایده قریه میفهمن. حتما تو وقت در وظیفه خود بودی یا در وظیفه نبودی در چکر خود بودی، از او خاطر چیزی را نمیفهمی. سعید چوب شدم. بس است نورتن بس است. پدرت با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و شما هنوزم بین خود جنگ کرده میرین. بلیاز خدا بس است. درست است جنگ نکنین. من به دکتر زنگ میزنم. حالا بگویش. چی را بگویم خسرو جان؟ خسرو جان مقصدت از عین چی است؟ شما بین خود چی گفته میرین؟ گپ بین مرداست نورتن. تو چرا مداخله میکنی؟ چند است؟ آقا حسنو 180 برای 120. لطفاً یک کاری بکن دکتر سید. درست است آرام باشه، این کن حلش میکنه. باید برش دوای فشار بتم، اما من بار آخر تمامش به آقا نیازی داده بودم، حالا هیچ پیشم نیست. چیز راستی برش سیر نتیم؟ سیر برش خوب است. بله برش سیر بیاره. دخترم زودش به پدرت سیر بیار. مادر هلال در خانه نیست. ای ولی از خدا هنوز ملال گفتم میره. سرم از درد میکفه، تو هنوز ملال میگزنه که بس که دیگه خلال نگو اخزاره. پدر جان من میرم سی پیدا میکنم میارم. درست آقا حسنو جان آرام باشین، همه چیز حل میشه. ولی از خدا یک نفر سیر میاره یا نه لطفا؟ درست است من میارم. او دختر از کجا بفهمن که سیر به کجاست؟ بله کامران چطور هستی کن؟ خوب هستم کامران. خب تو نمیپرسی که من چطور هستم؟ نمیپرسم چون حال در وضعیت نیستم که در تلفن گپ بزنم. ای چرا؟ خانه کاکا حسنویشان هستم، کار دارم. درست است. خب اگر در تلفن گپ زدن نمیتونی خودم پشتت میایم که گپ بزنیم. اما تو نیست؟ بلی از خدا من چی قسم سیره بخورم دودو؟ بخو اگه جویده نمیتونی قرتش کن. بازم تو دمیدیم لغات میمانه. آقا حسنو باید فشارتون پایین بیایه، با او خاطر یکی مدگام بخوره. بیبی ما میخورم. بیبی یکی دگام میخورم. بیا حالا تو هم بخو. حالا بیبی من چطور میخورم؟ سرکه سیر است کشمش نخود خانه سهلال آمد. نه پدر این از کجا پیدا شد؟ سلام. آی شفا باشه کاکا حسنو چی شده؟ با تو چی غرض دخترم؟ با تو چی غرض؟ ولی از خدایی را از اینجا ببرین که فشارم دگام بلند میشه. بچیم ببرش. آی کاکا حسنو فشار شما بالا رفته؟ به خدا فشار پدرمان بالا رفته. دوغ نمکدار برش دادیم بیهوش شد. یعنی به خاطر دوغ نیست، او دوغی است که همیشه میخوردیم، اما در بینش یک عالم نمک انداختیم عیناً مثل قهوه خواستگاری. جمال در روز خواستگاری یاد تصلیب به تو هم که داده بودیم عیناً اونم رقم. بعدن یک دفعه پدرم بیهوش شد، بعدن آب داریش دادیم به خود آمد، اما حال لقوق طرف چت سیل میکنه، هیچ حرکت نمیکنه. تو هم برام گفتی که حالت تلفن گپ زدن نمیتونی کن. مام تا اینجا دویده آمدم. راستی لباسم چطور است؟ مقبول است یعنی؟ جمالی را از اینجا ببر. پدر خود کشته حاله میخوایم مرام بکشم ببرش. شیرم بگیر بخو. درست است کامران. پس با اجازه تان من رفته آقای یوسف ببینم. بازم شفا باشه. زنده باشی. آی به خاطر لباسایی که برام گرفتی بسیار زیاد تشکر. هیچ مهم نیست کامران، اما حال وقتشم نیست. حالا بریم. عجله توبه کردیم خدایا. این دختر دیوانه است. ای کاش که تنها دیوانه باشه. دیوانه زنجیری از زنجیری. عجیب است. شما هم تصمیم داشتین او دیوانه زنجیری رو به جمال بگیرین. اما بله تصمیم داشتیم این کار کردیم، اما بسیار بسیار بد کردیم. او دختری قدر دیوانه نبوده او وقت. کمه به گپ میفهمید، اما حال کاملا دیوانه شد، عقل خود از دست داده.
ای از بیکاری میشه، از بیکاری. اما ما یک گپ نفهمیدم. دکتر دندان چرا این لباس به کامران گرفته؟ ها مادر، دکتر دندان برش گرفته. هرچی نباشه در عروسی خواسته با یگان تا لباس بخره. دیگه به کی گرفته؟ با یگان تا گرفته دیگه. با کی گرفته؟ بس کنین دیگه. حال شما رو گفته بودم لباسای تارم. من میگم میبرم. هلال پیدا کن، هلال پیدا کن. درست از پدر، من همیاله پیداش میکنم. رفتم. دیگه بخور. جمال میشه با هم گپ بزنیم؟ حالا نمیتونم گپ بزنم. خب درست از جمال، اما کی برات گفت که این لباس کان برام گرفته؟ گل گفتم نمیتونم گپ بزنم. آی جمال، نیک کان برات گفت. های گل، نمیخوایم دی باره گپ بزنم. درست است، اما کی برات گفت؟ کی؟ بگو برام. گل گفتم نمیخوایم دی باره گپ بزنم. چرا نمیفهمی؟ نمیخوایم گپ بزنم. درست است، اما اگه کان برات گفته باید بفهمم. هرچند بدون از او کس دیگه نمیفهمم، اما بگو کی گفت. گل بیبی گفتم کار دارم، میخوایم برم هلاله پیدا کنم. درست است، تو هم متوجه خودت باش. خسته شدی سلطان مادر؟ بله خسته شدی. ایره بیگه درست است نگرفت. پایای من بیخی درد گرفته. برو بیشه سلطان. زنده باشی. دیدی نه؟ بالاخره عروسی هم قسم با جنگ و جدال. بله من دیگه رفتم. صبر کنی، از کجا میری؟ چی شده؟ یعنی که گپایی که من برات میگم، وقتی که عروسی تمام شد نوبت عروسی ما میرسه. نه خیر، حال هوا سرد شده، کم گرم شد و وقت عروسی میکنیم. بیبی حسنو در 2 روز به عروسی آمادگی گرفت، تو نمیتونی؟ نه جانم، تو چرا با عجل عروسی ما رو بگیریم؟ کم صبر میکنیم سلطان مادر. تو کلان قریه دار نیستی؟ تو به اندازه حسنو توانایی نداری؟ او در 2 روز آمادگی گرفت، تو در 1 روز آمادگی بگی. بیبی وقتی کاکا حسنو گفتی یک چیز یادم آمد. حال رابطه کاکا حسنو و یوسف خوب نیست نه؟ اگر کاکا حسنوشان در عروسی بیاین، کاکا یوسفشان هم نمیاین. فرق نمیکنه، یوسفشان نیاید، این دیگه چی گفت؟ اگر کاکا یوسفشان بیاین، خب کاکا حسنوشان نمیاین سلطان مادر. خب الان در پسشان که نیاید. جانم این قسم نمیشه، تو نمیگی من کلان قریه دار هستم؟ پس باید در عروسی من کلگی باشن. این قسم نمیشه، من این قبول ندارم. خیلی قسم میگی؟ بله همین قسم میگم. جمال زنگ زده. بگو مشنوم. بله نیازی، از هلال خبر داری؟ چی؟ تو راستی میگی بچیم؟ راست میگی؟ خدا در غضب خود گرفتارت نکنه. درست از جای تکان نخوام همیاله میایم. کجا میری نیازی؟ کارا گدوات شده سلطان مادر. ما منیس قریادار باید مشکلات حل کنم، یعنی از نگاه سیاسی. با تو هم خواب راحت میخوایم. شبت خوش. من رفتم. تو کجا میری نیازی؟ من رفتم. برو خیر است برو. اما خانم یک سیاست مدار شدن بسیار مشکل است. مادر وضعیتش خوب نیست. خب دیگه فوراً برش سیر بتن. تو آدم درس خوانده هستی هنوزم سیر میگی ها؟ من میگم برو یک دکان عطاری جور کو. حبیبی او چیزی که تو میگی سیر است. ما هم سیر گفتم دیگه دکتر. بله سیر. راستش من همیاله از همین سیر با خسنم دادم، به او فایده کرد، فشارش پایین شد. از اسنو چند بود؟ 180 بر 120. 180 بر 120. گوش که خسر جان، از اسنو 180 بر 120 است. تو از او پیشی گرفتی، از تو 190 است. حالا وقت رشخندی است احمق. توبه نورتن، رشخنده چی؟ عجب آدمی هستی. روحی خسر ما بالا میبرم. تو چی گفته میری؟ پیش همه چه قسم امرویم گپ میزنی نورتن؟ به خدا وقت خاموش شد دیگه هیچ گپ نمیزنم ها. درست است داماد، کلانش نسازین. بیازو عصبانی است، شما بیشتر نسازین. حالا برو کم دوگان سیر بیار. زود شوه. درست زود باش خواهر. یوسفم بگی دانه خدا باز کو جانم. بخورین فایده میکنه یوسف. بگوین یوسف جمال چی شده؟ چرا قدر ورخطاستی نیازی؟ هیچ پرسان نکن. خانه سلطان مادر رفته بودم، به خاطر نجات یافتن از او تمثیل کردم. خوب است. هلال کجاست هلال؟ صدیق میفهمه، به او زنگ میزنم. درست است هلال. بله میشنوم. کجا هستی بچیم؟ البته که در خانه تو هستید. دیگه کی امرایت است؟ سما و هلال در داخل خانه است. ما و
دیوانه خداوند در باغچه اولی تمام ششتیم و چرت میزنه. مرا دیوانه گفتی احمق. خدا در غضب خود گرفتارتان کنه. درست از من یالی میایم. بریم خانه مستم. خدای من. حالا بهتر شدن کاکا یوسف؟ بهتر شدم اما خوب است. عالی است. بیاز و فشارتانم 13/9 هست. خدا را شکر. به خاطر همه چیز بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب. زنده باشین. آی با خدا تشکر میکنیم. هم پدرم خوب ساختین و همین لباس‌ها رو برام گرفتین. دختر اشتباه شنیدم. این لباسا رو برای دکتر گرفته، کان گرفته. ها راست میگم پدر، کان برام گرفته. دلیلش کامران به خاطر عروسی لباس نداشت. درا دیدم که گریه میکنه، بسیار جگرخون شدم. ما به مولا میرفتیم، گفتم یک جای بریم. اما چقدر مقبول شده، یعنی همه گی با یک چهره دیگه کامران دیدن. همینطوری بسیار مقبول شده، بسیار تغییر کرده. بله. خب درست است. به اجازهتان من میرم. درست است. شب بخیر. اگه بازم فشارش بلند شد برایش سیر بتن. بخیر. شب بخیر. شب بخیر. خدا شب بخیر. تشکر دکتر صاحب. شما نخزن، من خودم میرم. آیه قسم نمیشه جانم، من شما رو امرایی میکنم. تو امرایی نکو کامران، تو امرایی نکو. با موجودیت من این وظیفه تو نیست. من امرایی میکنم. بفرمایید برین. شما خدا به زحمت نسازین. نه از امرایی کردن خوشم میاد. بفرمایید برین. شب بخیر. شب بخیر. بس میاد. پدر دون تباسکو بخو حالی کاملا خوب استینی. آفرین. اما قسم حالتت بهتر میشه. آی پدر چیزی به عصبانی شدن نیست و دیگه تو لباسای من خوش نکدی، اما کان همگیشان خوش کرد. خواهر چوبوش چی گفتم میری؟ دختر حالا با اتاقت برو. حالا آفرین دخترم، بسیار مقبول شدی. حالا مستقیم با اتاقت برو. حالا خب شبتان بخیر. شب بخیر. خدا من خوب هستم. درست است مرا اله کنین. خوب هستم. دکتر همراهی کردی؟ البته که همراهیش کردم. خسار چرا نکنم. حالا مرا اله کنین. کجا میری یوسف؟ گفتی کجا میرم؟ فوراً این لباسا را بکش. چرا؟ گفتم زود بکشش. حالا گفتم حالا زود شو. درست است.
بنیامین حالا دروازه رو بشکنان غیر او پدرت کامران میکشه. این قسمت بد مرا ببی که در این خانه تنها وظیفه ما دروازه شکستن بنیامین حالا بنیامین لطفا بنیامین فریاد خدا زود حالا بنیامین ببی که پدرت چی میکنه. بس دختر توبه میخوایم بفهمم که نباشم چی خواست. درست است شما این پس شوین که زیر تایر نشین. حالا پس شو دیگه. حالا دروازه رو براتون پرخچه یازله جان زیاد پشت سر نرو که باز پشت سر نبفتی. شو کمالی را پس کو اگه نه زیر تایر میکنم میکشم. برو حالا از این پس شوین. حالا نمان خسور که رفتم مادر. خدا جزایت بده کامرانی بار چندم است. برین کم شین. پدر آیو پدر چی شده دیگه؟ پدر یوسف چی میکنی؟ پدر جان گپای من گوش کن. یوسف نکن لطفا این کارو نکن یوسف. بنیامین ببین پدرم خدا میسوزونه نمانین. چی میکنی؟ پدر لطفا شوین اردوی بی اقلا پس شوین. پدر حداقل مرا خو بی عقل نگو دیگه. دون از تو بنیامین. تشکر میکنم. کامران بیا دختر. اینا بیبی. بله پدر. توبه طرف ما بیبی. اگه ببینم که دیگه تو یک کار کده باشی تو هم دوینی لباس آخاد بودی فهمیدی؟ این دفعه براستی عصبانی شده. چوب باش که حال حق تو را میته. مردم نترسون نورتن. تو بدون ترساندن مردم دیگه کار نداری. چی وقت از این کارت منصرف میشی؟ هر وقت که منصرف شدم میشم. تو چی؟ بازم پیشروی کلگی امرای من قسم گپ زدی. به خدا بدون فکر کردن امرایت کار میکنم نورتن. درست است. حالا برو. به خدا پدرم خو لباسا را سوختم. البته که میسوزونه. حالا برین دیگه. درست است بنیامین. خسارم چطوری را سوختان. حالا برو از آشپزخانه کچولو بیار که پخته کنیم بشه. منه کت قاتش نمیشه باید چوبم باشه. درست از دیگه برو بیار. کچولوی خوبش بیاری خوبش. به خدا چطور میسوزه. بیبی دوستا براتون چی بگویم؟ خانه را سرای ساختین. من گفتم میرم که آدم اهل سیاست هستم. خانه را پر از خانم ساختین. اگه کدام کسی دگام است بیارین دیگه. این چی روز است ها؟ به خدا شما مردم مرا رسوا میسازین. ها نیازی راست میگم. هلال حالا زوچه آماده شو بریم خانه. نمیخوایم برم بیادر. به خدا پدرم مرا میکشه. توبه کردیم خدایا. تو چرا در وقت نکانی گفتی؟ من به شما گفته بودم. گفتم نمیخوایم همراه کمال عروسی کنم اما کسی به گپم گوش نکرد. هلال بیبی عقل تو در سر میز نکا به سرت آمد ها؟ گل خواهر گفت بیادرت هم تو کرد تو هم تو کو. یعنی که گل برات گفت ها؟ گفت به یک دو روز غال مغال میشه بعدن همه چیز خوب میشه. این قسم عروسی تو هم نمیشه. ای گل تو سایکو تو. بیادر پدرم زیاد عصبانی شده؟ نه نشده. لطفاً بیادر تا وقتی که پدرم آرام نشده بانم اینجا باشم. بان باشه دیگه. بیازو چند روز دیگه عصبانیت پدرش برطرف شده آرام میشه. باز بیچاره میتونه خانه بره. سامان میبینم که خانه را از خود فکر میکنی دختر جان. این قسم نمیشه. کاکاسنو وقتی هلال ببینه فورا عصبانی میشه. هر چی که میشه باید هم شوه. چی امروز چی چند روز بعد چی فرق میکنه جان؟ موضوع باید هر چی زودتر حل شوه. لطفاً بان کم اینجا باشم بیادر لطفاً. البته که باشه. سما راست میگه. به خدا ما میگم گل گفتی سما. به نظر ما هم سما حق به جانب. و دیگه وقتی که گفتی خدا صاحب خانه فکر میکنی چیزی نگفتم یادت باشه. چی شده بیچارگک به یک دو روز است دیگه؟ خب ما میره گفتم لوده. بله درست است فقط به چند روز. درست است بیادر جان زنده باشی. درست است هلال درست است ایلاکو. خدا در غضب خود گرفتارتان کنه. سما درست است همینجا باشه. آی خواهر قسم میخورم به خاطر خوب شدن بعضی چیزا کوشش میکنم اما هر بار همه چیز از بدتر میشه. یعنی دوباره مثل اول میشه.
محال رفته به جمال چطور توضیح بتم که لباس کان برم گرفته؟ تو هم از این وضعیت به خاطر بخیل ساختن جمال استفاده کن. او چه قسم خواهر؟ اوش من نمیفهمم، خودت در باره تصمیم بگی. هر کاری که او میکنه تو هم هر بار مثل خودش رفتار کو، چون اگه بخوای توضیح بدی وضعیت از یان بدتر خواهد شد جانه. نه خیر، یعنی مکان درک کده نمیتونم. درست است رفتی به من لباس گرفتی، به کامران چرا گرفتی؟ راست میگی، چرا به او گرفته؟ چی بفهمم؟ دیدی که چطور آرایش کرده بودن؟ به خدا گم کرده بود ها. راست میگی، چطور ندیدم؟ کامورانه که دیوانه میگفتیم آرایش کرده هر طرف چکر میزد. به خدا حتی ما وقتی که دیدمش حیران ماندم. اگه بگویم بخیلی مامد، راست میگم بخیلی تو خو نورمال است. چت یاد نگو، من چرا به او بخیلی کنم خواهر؟ درست است، اگه بخیلیت نبیایه چرا به فکر کاموران هستی؟ باید به فکر تام نبیایه. این موضوع بخیلی نیست خواهر. یعنی او دختر رسما مثل کابوس زندگی ما تباه ساخته. از اینکه هر بارم رای او مقایسه میشم عصبانی میشم، نمیفهمم چی وقت نجات پیدا خود کرده. حالا او را دیدن نه خواستگار زیاد پیدا کنه، او وقت تو نجات پیدا خود کردی. آی خدا کنه که ببرنش. آی من چی گفتم؟